در زندگی انسان چیزی ارزشمندتر از واصل شدن به حقیقت واقعیت‌هایی که میزید نمیتواند وجود داشته باشد. حقیقت جویی ارزشمندترین فعالیت انسان است. به صورت خلاصه یعنی انسان موجودی است که حقیقت را ممکن می‌گرداند. وقتی در سرآغاز داستان زندگیم بودم بسیار نامجهز بودم. کودکی که در یک خانواده در حال فروپاشی و به دشواری سر پا مانده جامعه‌ای از هم پاشیده متولد شده باشد، بزرگ شدنش بسیار دشوار است. در بنیان دشواری نیز این مسئله نهفته است که خانواده مقولات صحیح خویش را مدت هاست از کف داده و چیز چندانی ندارد تا به کودک ارائه نماید. چیزی که باقی میماند نوعی جهان ذهنیتی پوچ و تهی است که درهای آن را به روی دروغ‌های بی حد و مرز حکمرانان گشودند. این ذهنیت‌هایی که فاقد توان مقابله با دروغ‌ها میباشند دردسر و بلای سر میشوند. در جوامع مستعمره یا فرامستعمره فرد به طور ناگزیر بعد از مدتی معین یا به اجبار به درون دروغ‌ها کشانده می‌شود یا اینکه متقاعد گردانده شده و فریب دروغ‌های مذکور را می‌خورد. جهان حکمرانی و سلطه در این مورد آزمون‌ها و تجاربی دارد که تا حد آخر پیش رفتند. نیک می‌دانند که دروغ را در کجا متوقف کنند و دروغ‌هایشان چگونه مؤثر خواهند افتاد. اگر این آستانه‌ها پشت سر گذاشته شوند، بدان معناست که مرحله انقلاب آغاز گشته است. چنین استثناهایی همیشه وجود دارند. از کسانی بودم که از آستانه و توقف و قضایایی از آن دست ناآگاه بودم. تلاش و تکاپو برای زندگی دیر یا زود مرا با حقیقت‌های اجتماعی رو در رو گرداند. بخش‌هایی از دفاعیاتم که مربوط به روایت زندگیم بود، بر حسب مقاطع و به صورتی هرچند بسیار محدود، چگونگی روبرو شدنم با حقیقت‌های اجتماعی را بازگو می‌نماید. سعی کردم نشان دهم که چگونه از طریق فعالیت‌های ایدئولوژیک و علمی به شکار حقیقت پرداختم. تمامی این بازگویی‌ها را در مقابل چه کسی انجام دادم؟ در مقابل آنانی انجام می‌دهم که انسانیت و هویت اجتماعی‌ام را انکار می‌کنند. در مقابل آنهایی که در پی نابودی برمی‌آیند. در مقابل کسانی که گویی و در مقابل آنانی که حکم به مجازات‌های سنگین می‌دهند. همچنین در مقابل کسانی انجام می‌دهم که مسئول اجرای عدالت نظام بر افراد خویش میباشند. در مقابل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، جمهوری ترکیه و مزدوران آنان انجام میدهم. در حالی که مبارزه‌ام در زندان روباز دوران خارج از امرالی آکنده از گفتار و کرداری پرشکوه بود، فرصت چندانی برای ادراک حقیقت مدارانه نمی‌یافتم. شرایط زندان بسته برای آنانی که مسائل بزرگی دارند آموزاننده‌ای شگرف و ماهر است. به همین دلیل زندان‌های بسته بیشتر از اینکه عرصه‌های مبارزه گفتاری و کرداری باشند، برای آنانی که مسائل بزرگی داشته و در زیر بار آن خرد نشده‌اند، مکانی است که کسب ادراک حقیقت مدارانه و مبارزه در راه آن به گونه‌ای قوی و موفقیت آمیز می‌گذرد. زندان برای آنانی که دعاوی بزرگی دارند، در صورتی که هر روز جهت کشف حقیقت‌ها مبارزه نمایند، به معنای عرصه‌ای است که حقیقت‌ها در آن به دست آورده خواهند شد. هرچه لحظه‌های زمان مملو از دستاوردهای حقیقت بگذرند، زندگی در زندان نیز ارزش تقبل را کسب می‌نماید. نیروهای نظام هژمونیک، نظام مدرنیته کاپیتالیستی که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا رهبری آن را بر عهده داشتند، مرا به امرالی آوردند. مهمتر این که این را با نیروهای مشروع خویش و استفاده از راه‌های حقوقی انجام ندادند.
بلکه از یک راه نامشروع و غیرقانونی و از طریق یک عملیات بزرگ گلادیو که از جمله تشکیلات ناتوست و به شیوهی نامنظم و غیرقانونی کار می‌کند مرا به امرالی آوردند. در ظاهر امر نیروهای امنیتی جمهوری ترکیه مرا از طریق یک عملیات موفقیت‌آمیز تحت کنترل درآورده و به جزیره آورده بودند. تصویری که می‌خواستند به جهان نشان دهند این گونه برنامه‌ریزی شده بود. تاریخ آوردن من به ترکیه 15 فوریه بود. این تاریخ مصادف با تاریخ 15 فوریه سال 1925 روز آغاز توطئه علیه شیخ سعید بود. بعد از محاکمه در دادگاه تئاتر مانند جزیره به تاریخ 29 ژوئن سال 1999 حکم اعدام برایم صادر شد. روز 29 ژوئن نیز روزی بود که شیخ سعید و گروهی از رفقایش اعدام گشتند. پیداست که 75 سال بود عملیات‌های نفی و نابودی بزرگی علیه کردها ادامه داشت. با شورای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا سازش کرده بودند تا از طریق حکم اعدام مرا تهدید نمایند. اما سیاست اصلی که بر روی آن سازش کرده بودند این بود که از طریق دادگاه حقوق بشر اروپا مانع از اجرای حکم مزبور گردند تا بدین وسیله در نمونه شخص من و با هدف پاکسازی جنبش انقلابی خارج از کنترل آنها مبارزه آزادیخواهی کردستان از این ترفند فایده ببرند. این را با یک پنهانکاری بزرگ انجام می‌دادند. در زمینه پایمال کردن راه‌های مشروع مبارزه با تروریسم نیز سازش کرده بودند. اینکه خواستند از دادگاه حقوق بشر اروپا به عنوان یک ارگان نمایشی استفاده کنند می توانست برای من به یک فرصت بزرگ دفاع متحول گردانده شود. سعی نمودم آنگونه عمل کنم. با این هدف پی در پی دفاعیاتی به رشته تحریر درآوردم. با این آخرین دفاعیاتی که در دست می باشد خواستم بگویم به بخش بزرگی از حقایقی که در پیشان بودم رسیدم. اگرچه مواردی را که نشان دادم تنها به صورت خطوط اصلی باقی ماندند، اما بر این باورم که حقیقت‌های مرتبط با انسانیت، خلق ما و مبارزه پیشاهنگی ما را ارائه داده است.